اطلاع در اختیارشون گذاشتن. سرطان بزرگ، سرطان کوچیک کدوم است؟ مثلا ملانوما کوچیکه ها. ملانوما سوال خیلی خوبی کردیم. ببینیم ملانوما یکی از اون سرطاناییه که واقعا اگه زود پیدا بشه از اون سرطانیه که خوب میتونه برخورد بشه قبل از این که پنتریت بکنه، خیلی تو یا سپرد بکنه یا متاستاسایز بکنه. اگه زود پیدا بشه با یه جراحی، نمیگم حالا خیلی ساده چون بستگی داره بر چی باشه، ولی معمولاً حتی میتونه جراحی خیلی ساده باشه برای ملانوما. ولی وقتی که این متاسفانه متاستاسایز بکنه بره به لیمف نود و یه جاهای دیگه بدن، یکی از اون سرطانای موذیه که میتونه هر جا بره و واقعاً مشکل زیر کنترل قرار بدی با بهترین ابزارهایی هم که دستته. بذارین یه مثال استفاده بکنم. یه دختر خیلی جوونی بود، 26 سالش، من دیدمش 2 سال بود مثلا با یه فردی بیرون میرفتن، 6 ماه بود تازه عروسی کرده بود. 1 سال قبل از این که اینا با هم دیگه ملاقات بکنن این خانم یه ملانوما داشته. ملانوماش جراحی میشه به اون طریقی که باید میشده، اون دکتری که باید بوده دکتر متخصص نبوده، به یه طریقی که شاید بهتر از اون میشده جراحی مثلا نشده به اون طریقی که بهترین نه بوده. ولی همه چیز میزون، بعد میاد یه کار خوب میگیره، اینشورنس خوب میگیره، میره دکترای متخصص اینا رو میبینه و هیچ اثری از سرطان پیدا نمیشد تو بدنش. ایشون میاد با تشنج، من زنگ زد جراح مغز و اعصاب که ایشون ما داریم ادمیتش میکنیم، تو مغزش 2 ناحیه من میبینم، تو یه قسمت مغزش هم هست که تشنج برای ایشون ایجاد کرده و جایی هم هست که من جراحی نمیتونم بکنم، ولی یه دونشو میتونم برات بایوپسی بکنم. بایوپسی کردیم دیدیم این ملانوماشه که زده به مغزش. اینو رادیو سرجری کردیم، با سایبرنایف رادیو سرجری کردیم تا 6 ماه زیر کنترل موند. متاسفانه تو این مدت 6 ماه تمام بدنش، جگر، شش، تمام جاهای بدنش این شروع کرد ملانوما متاسایز کردن و این فرد فکر میکنم حدود 1 سال بعدش بود متاسفانه فوت. ملانوما خیلی از اوناست که موذیه. یادم وقتی که من تو اوهایو بودم، تو قسمت ترینینگ هم بودم، یکی از افرادی که خیلی بالا بود تو گاورمنت، سناتور نبود ولی خیلی رتبهش بالا بود، تو سن مثلا 52 سالگی که تازه پرایم شده بود، به آفیس رفته بود، 1 سال خورده دیگه از ترمش مونده بود، ملانوماش متاستاسایز کرده و ملانوماش قبلا ملانوما داشت متاستاسایز کرده بود و اون آخر زندگیش ما اینو منیج می‌کردیم که چیکار کنیم. نه به همین جهت شما فرمودید که هر چی زودتر با امکاناتی که هست آدم آگاه بشه، یه کاری دربارش بکنه، هر چی به قولی معروف ما ایرانی‌ها میگیم هر موقع ماهی از آب بگیری تازه است، یا هر موقعی که جلو ضرر بگیری استفاده است. اینا بی خود نگفتن این چیزا رو دیگه در فرهنگ غنی ما. در اکثر مواقع این درسته. در اکثر مواقع متاسفانه بعضی از سرطان‌ها هنوزم هست که کنترل خوبی روش نداریم ولی در اکثر مواقع این حرفی که میزنیم واقعا درسته. خیلی ممنون از شما دکتر. امروز که رفتید شما میدم روز خیلی پرکاری در پیش بوده، رفتید به پاکی با دوستان، ولی پر خوشحالی بود. بله، این واقعا انرژی مثبت بود. بله. و من از اینکه در ابتدای برنامه هم گفتم دوستان ما زنگ میزنن و از شما خیلی راضی هستن و میگن که ما به دکتر که زنگ میزنیم و سوال میکنیم، ولی همون دوستان و بقیه خواهش میکنم اگر به دکتر زنگ میزنید، اگر اونجا ریکوردینگ هست پیام بذارید و بگید که میخواید با دکتر صحبت کنید، شماره‌تون رو بذارید، آقای دکتر در یک موقع مناسب با شما با زبان شیرین فارسی صحبت میکنه و راهنماییتون میکنه. لطف دارین. و همونجوری هم که راهنمایی کردم تو یلو پیج ایرانیام یه شماره گذاشتم که راحت‌تر باشه برای هموطنان. در 08 ایرانی. دقیقاً در 08 گذاشتم که تو یلو پیج هم
لطف کرده بودن یه کپی برام تازه فرستاده بودن، قشنگ اونجا هست که اگه مشکلی هست میتونم راهنماییشون بکنم، شماره تلفن و اینا هست که بتونن راحت پیدا بکنم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی ممنونم و خدمتتون بگم که این قسمت برنامه که داشتیم صحبت از بیماری بود، صحبت از پیشرفت علم بود، پیشرفت از دانش بود. در قسمت بعدی با اجازه شما می‌خوایم برنامه‌ای داشته باشیم برای روز جهانی کوروش که پنجشنبه آینده دوستان ما در اورنج کانتی دارن جشن میگیرن. برنامه ما مربوط به اون خواهد بود. خیلی از شما خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید تا دفعه بعد. خیلی متشکرم. بعد از چند لحظه برمیگردیم و درباره روز جهانی کوروش بزرگ صحبت خواهیم.